تنگش میکنن. عذاب گور حق است. بسیارترین عذاب گور از کجا سر میشود؟ ایرا بگم فراموش نکن. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی که پیشاب خود را خوب خشک نکند، پیشاب خود را خشک نکرده ببراید، اون به عذاب گور مبتلا می شود. به عذاب گور مبتلا می شود. یکی از عذابهای گور همین است که انسان حاجت خانه که درمد همین تا چختکی پیشاب کند، همین تا خشوع قاق نکرده ببراید، والله در عذاب گور مبتلا می شود. دوم، انسانی که خبر برک خبر بیارک است، خبر کشک است، این هم در عذاب گور والله بالله تالله اگر گرفتار می شود. الله سبحانه و تعالی ما شما را نجات. غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني. رسول الله گفته بود قسم به خدا، قسم بر آن ذاتی که جان من در دست اوست، برای آدم کافر، برای آدم بی ایمان در قبر خداوند 99 تا تنین آماده میکند. اتدرون ما التنین؟ باز پیغمبر سوال کردند آیا اصحاب من تنین میدانین چی هست؟ صحابه باز گفتند تنین ما نمیدانیم پیغمبر، تنین چیست؟ رسول الله گفتند 99 مار است. تنین این مار را میگویند، گفت پیغمبر خدا که 99 مار در داخل قبر او جایگیر کرده می شود و هر یک مار، رسول الله گفتند، من دیگر متن حدیث به شما نمیخوانم، هر یک مار رسول اکرم گفت که همین 99 ماری که در داخل قبر شما هست، هر کدام او باز صاحب 9 سر هستند. از هر یک سر بر همون انسانی که در دنیا حق بندگی خدا نشناخته است، از هر یک سر بر او عذاب میکنند. اینم چی است؟ اینم دلالتی میکند که عذاب قبر حق است. میگه دائما دعای پیغمبر بعد نمازش همین بود. این حدیث هم چی است؟ دلالت بر این میکند که عذاب قبر حق است. ابو هریره را نظر میکنیم، حضرت چی گفتند؟ گفتند شنیدم از پیغمبر خدا که میگفت اذا فرغ احدكم من تشهد الاخر فليتعوذ بالله من 4. ابو هریره میگوید پیغمبر خدا بر ما گفت هر وقتایی که نماز که انجام دادین، التحیات آخر نماز که خواندین، یعنی مقصد که نماز تمام کردین، از 4 چیز به سوی خدای خود پناه طلب کنید: من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنة المحیاء والممات و من فتنة المسیح الدجال. پیغمبر گفت این 4 چیز کدام است؟ یکم از عذاب دوزخ به سوی خدا پناه طلب کنید، دوم از عذاب قبر به سوی خدا پناه طلب کنید، سوم از فتنه هایی که در دنیا هست از اینها پناه طلب کنید، چهارم از فتنه که دجال میبراید که نشانه آخری زمان است، از فتنه های دجال هم به سوی خدا پناه طلب کنید. عایشه صدیقه میگوید پیغمبر خدا گفتند به درستی این که قبر انسان را میجقد، از برای قبر جقیش است و تنگ شدن بر بنده مؤمن است.